سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم از اولین ولاگ بازار شهرداری رشت در سال 1404. امروز پنجشنبه 14 فروردین ماه و ساعت حدود 6:30 عصره. این ولاگ جز اولین ولاگ هایی هست که امسال ضبط کردیم. ولاگ های گردش و قایق سواری در چاخ و چمخاله لنگرود و همچنین ولاگ گردش در شهرک روسی شیلات کیاشهر هم در تعطیلات نوروز ضبط شده که انشالله در روزهای آینده در کانال قرار خواهد گرفت. ولی خواستیم حال و هوای شهرداری رشت که برای ما جز قشنگترین جاهای استان گیلان هم هست در اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز رو با شما عزیزان به اشتراک و یادگاری بگذاریم. چون بعد 13 به در پنجشنبه و جمعه بوده، مسافرها هنوز به طور کامل گیلان رو ترک نکردن و از لهجه افرادی که در این میدان و بازار هست میشه فهمید مسافرن. انشالله که تعطیلات نوروزی به همه عزیزان در همه دنیا و مخصوصا گیلان عزیزمون خوش گذشته باشه و برای عزیزی مشکلی پیش نیومده باشه. میدان و بازار شهرداری رشت مرکز و قلب این شهر محسوب میشه، یعنی کمتر کسی پیدا میشه که به رشت سفر کنه و سری به اینجا نزنه و از حال و هوای زیبا و دوست داشتنی اون لذت نبره. این میدان و بازار به رقص و شادی و سرزندگی معروفه و تقریبا تا 2 بامداد جمعیت در اون در حال قدم زدن و خوردن و صحبت هستن. راستی ولاگ چهارشنبه سوری شهرداری رشت ما رو حتما نگاه کنید که این میدان تبدیل به میدان جنگ شده. میدان شهرداری رشت در سال 1356 جزء آثار ملی و تاریخی به ثبت رسیده که به سبک معماری اروپای شرقی در دوره پهلوی اول ساخته شده. این میدان به همراه خیابان‌های اطرافش در سال 1393 از حالت میدان به پیاده‌رو تبدیل شده. ولاگ‌های زیاد و جذابی از این میدان و بازار در فصل‌ها و تایم‌های مختلف در کانال قرار دادیم. میدان شهرداری بارانی، بازار برفی، حال و هوای بازار و میدان در روزهای پاییزی، زمستانی، نیمه شب‌ها و غروب تعطیلی. اگر به دیدن این ولاگ‌ها علاقه دارید حتما سری به پلیلیست شهر رشت ما بزنید. راستی در این پلیلیست به معرفی جاهای دیدنی و ولاگ‌هایی از شهر رشت هم پرداختیم. لینک پلیلیست در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار داره. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان، بازارهای محلی و جاهای دیدنیش علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. از این انگشتر باف دنیا
ولی اون موقع قطعا یه خانه نوزه عکس بگیرن تو دهنش نمیمونه که اون بیچاره شانس داره دیگه نمیدن همه میخوایم بریم خونه دی نمیشه که من گیر میفتم Jangan pergi.
آجا تومان مالی به هیچ کسی آزادی بیایا ولا اي مره يعني جانا والله تلفون buradaki malı burada normal gibi. یک میلیون 200 مای سفید کیلو 1 میلیون پولی 1 میلیون 600 عزیز چند میخوام خود باشی سبزی باحال کفال کبال بدون استخوان ببین مثل 4 کیلو دلار این کیلو 500,000 تومان بود امروز فراموش شده قیمتش افتاده قربانی که نستم بردیم آقا 150 ماهی سبیل کبال داری آقا استخوان داری چی هست؟
أنا وري أرزان وای سبی 250 دنیای 130 تا همشون خیلی میرسن یعنی خانوما باید نمیدونم کیلو هیچ کاری نمیدونیم اینجا ماشین میاد قربان شما کافای باره بلگرات هم شاباشی باشم Kim yaman değil. تو تا به شرط بوتی مثلا
میگه همچی واسه میگه حقیقت میگه سالی نسرال Montão de neve, não morria, vou te dizer. Ah. آقا بودجه‌ای محلی دوست دارم بودجه‌ای محلی بودجه‌ای محلی گوجه کیلوی 40 تومن 2 کیلو و نیم 100 تومن گوجه کیلوی 40 تومن 2 کیلو و نیم 100 تومن سالادی ساندویچی کبابی 40 تومن گوجه کیلوی 40 تومن 2 کیلو و نیم 100 تومن گوجه کیلوی 40 تومن با هم رو آب زیتون کنم دیگه همین جلویه دوازده بار ترسیم درجه گاه ممتاز درجه یک بجور اول یک هانی شیرین بوتی شیرین آقا تیپایه با
آقا جوجه آره دیگه اصلی دیگه Çayxana adı. Nədir xoş? Çayxana Dilosa. سلام مسافر لهجه دارم اینجا کاکا و رشته خشکار و اینا همیشه دارم
نزدیک شهرداری. نوری شلو 100,000